سلام بچه ها، وقتتون بخیر. امروز صبح اومدم در مغازه دایرکتمو چک کردم، دیدم یه بنده خدایی از زادان پیام داده که یه موتور میخوام، اسکرین شاتشو فرستاده بود و واریزی بیانه کرده بود. الان میریم برای آماده سازی و ارسال موتور با ما. خب دوستان، اول از همه اومدیم دور موتور با پلاستیک کاور کردیم و چراغ جلو و کیلومترش هم با کارتون چسب زدیم که ضرب نخوره و خط و خش نشه. بعد اومدیم اسم و فامیل و مشخصات و شماره تماس بنده خدا رو روی کاغذ نوشتیم و چسبوندیم روی باک که موتور توی باربری اشتباه نشه و به شهر دیگه اشتباهی انتقالش ندن. بعد موتور رو روشن کردیم و رفتیم سمت باربری. مسیرش هم خیلی طولانی بود. با رفیقم امیر رفتیم اونجا و رسیدیم و موتور جکش رو زدم، اومدم پایین با آقای نیبایی دست دادم. آقای نیبایی ریجکش رو نوشت، مهر امضا کرد چون باید برای بنده خدا بفرست. بعدم یک کلیپ گرفتم تا بفرستم برای بنده خدا و توی اینستا استوریش کنم. بعدم قرار شد زنگ بزنیم به بنده خدا هماهنگ کنیم تا مانده حسابمون رو واریز کنیم. سلام آقای رخشانی. چاکرم آقای رخشانی. میگم موتور رو تحویل باربری دادیم، بعد فیلمش هم گرفتم، بعد بیجکشو الان توی واتساپ برات میفرستم. عرضم بزرگ که زحمت مانده حسابشو بکش با آقای نجبایی هماهنگ کن، بعد زحمت مانده حسابشو بکش. چاکرتم داشت. خداحافظ.